دادستانی کل تاجیکستان روز 20 ایون سال 2023 در پی تحقیق عکس به صورت تحقیرآمیز تراشیدن موی سر 9 سرباز و در سر آنها نوشتن نام کون بادام خبر داد که این عکس واقعی است و این حادثه ماه ینور سال 2022 در یک کمانداتور قشون‌های مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در شهر اصفهان رخ داده است. دادستانی کل گفت سرژانت خرد موردین اسماعیلوف برای چنین رفتار تحقیرآمیز نسبت به نوسکران و سرژانت خرد دولتوف برای عکسبرداری و در اینترنت پخش کردن عکس این حالت بازداشت شدند. یادآور می‌شویم روز 15 میلیون سال 2023 در شبکه‌های اجتماعی مقاله با نام در سر فرزند مردم نام نویای کون بادام را و عکس حالت به طور تحقیرآمیز تراشیدن موی سر سربازان پخش گردیده واکنش زیادی را به بار آورد. در عکس دیده میشد که سر 9 سرباز را به شکل حرف‌ها تراشیده از این حرف‌ها نام کون بادام ساختند و یک سرژانت در کنار این سربازان با فخر نشسته و از این عمل تحقیرآمیزش نسبت به سربازان طوری به نظر می رسد فخر می کند. کاربران در پی دیدن این عکس از مقامات طلب کردند که گناهکاران را پیدا کرده جزا بدهند. دادستانی کل گفت این مطلب مورد سنجش پررأی و همه طرفه قرار گرفته معین گردید که 14 ینور سال 2022 سرتراش روتای گروه مبیلی کمانداتور قسم حربی 0215 قسم سرحدی کمیته امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر اصفهان سرژانت خرد اسماعیلوف موردین نصیبایویچ عهدهدار گردیده است که طبق طلبات موی سر سربازان را کم کرده ترتیب و نمونه ظاهری آنها را به نظام درآورد. اما می افزاید دادستانی سرژانت خرد اسماعیلوف برخلاف طلبات آیین‌نامه انتظامی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خود را به 9 نفر سربازان نو دعوت شده کرامتزاده، اعظمزاده، قربانوف، گل میرزویف، رحمت الله زاده، کنجایف، رجبوف، میرزویف و غلامزاده همچون بزرگسال یاد دید و ساکن شهر کون بادام معرفی نموده با مقصد نشان دادن برتریت جسمانی خود قاعده های مناسبت بین همدیگری خدمتیان حربی را دغلانه ویران کرده به نمود ظاهری سربازان قطاری نام بر شده تحقیرانه مناسبت نموده موی سرشان را مجبورا در نمود عرفا تراشیده شان و شرفشان را در نزد دیگر سربازان پس زده است. گذشته از این اسماعیلوف با مقصد به دیگران پند و شورتمند گردیدن حالت پس زدن شان و شرف و احترام سربازان را به واسطه سرژانت خرد دولتوف به تلفن موبیلی عکسبرداری نموده است. دولتوف باشد عکس مذکور را بعد ادای خدمت حربی سنه 15 میلیون سال 2023 همچون واسطه تحقیر خدمتیان حربی در شبکه‌های اینترنتی پخش نموده است. وابسته به حادثه مذکور 16 میلیون سال 2023 نسبت به خدمتیان حربی اسماعیلوف و دولتوف با ماده 391 قسم 1 کدش جمهوری تاجیکستان سوء استعمال از مقام یا بیرون برآمدن از حد وکالت خدمتی پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به آنها جریمه و یا تا 5 سال حکم زندان تهدید می‌کند. یادآور می‌شویم در این اواخر این حلقه دومین مورد رسانه‌ای شدن بدرفتاری نسبت به نوسکران در واحدهای قشون‌های مرزبانی در اصفهان است. ماه اپریل در اینترنت ویدیو نشر شد که چگونه سربازان سابقه‌دار در کمانداتور یکم واروخ نوسکران را تحقیر و لطوکوب و شکنجه می‌کنند. در چارچوب این پرونده پرسر و صدا 8 نفر محکوم به زندان نظامش پرزور شدند. از این شمار با حکم کلیگه حربی دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان از 30 ماه سال روان 2 افسر و 2 سرژانت هر کدام به 11 سال و 6 ماه زندان و 3 سرباز و 1 سرژانت خرد هر کدام به 9 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند.